یه اعتراف سخت. من تا همین اواخر فکر میکردم چون این کتابا رو خوندم جواب همه سوالای زندگی خودم و همه جوابای سوالای زندگی آدمای اطرافم رو میدونم، ولی امروز فهمیدم اصلا این شکلی نبوده. امروز فهمیدم که باید یه سری چیزها رو تو مسیر زندگی تجربه کنم. فهمیدم باید مسیر رو طی کنم، اون مسیری که اون بالایی برام چیده رو برم و در مسیر که دارم بزرگ میشم، اب نداره سنم مهمه، سنم هم که داره میره بالا توی این پروسه و مسیر یه سری چیزا رو نشونم بده، یه سری چیزا رو بهم بچشونه، من ببینم، تجربه کنم، لمس کنم و اونجوری رشد کنم و به بلوغ برسم. من همیشه فکر میکردم اینا هیزومای زیر آتیش آگاهی زندگی من که هرچی بیشترشون کنم آدم آگاه تری میشم، بالغ میشم، پخته میشم. امروز فهمیدم هیچ کدوم از اینا نبوده. من با اینا بالغ نمیشم، من با تجربه کردن بالغ میشم، با زندگی کردن، با اشتباه کردن و از اشتباهاتم یاد گرفتن، با شجاعانه زندگی کردن. از امروز تصمیم گرفتم بیشتر بشینم پای صحبت آدمای معمولی تر، نه لزوما کسایی که کتاب نوشتن، آدمایی که از من بزرگترن، مام بزرگم، آدمایی که حتی از من کوچیکترن. امروز فهمیدم همه اونا برای من حرف برای گفتن داشتن این مدت و من نمیشنیدم چون سرم پر بود از اینا.